دوست دارم خاکم هر خط بکشیم خط قرمز نازی همدم من مرگ بر مرگ بر هوا بارش نینه هیچکیه اردوگاه بدوه عجب اردوگاهی عجب سوشش کلمه سیخ کباب نازک چیه سوشش استادی سزد ما سری ببین هر کدوم بوک سری لازم داریم چند بعد میریم میذاریم جای نون باگه ای سوشش هادیان دختری در اردوگاه عجب بارونیه واقعا یه سیخ نازک همه رو قارچ بزن بچه اینجا خلوت کردن خب اینجا آب داره اینجا آبش حلاله؟ دست این است سلام برسن اومده خاک میده چوب پیدا کردم داشت یه فریستایل واسه هم برو بازم کلم پیچیده توی کوچه همه غلاف میکنن اچی خلاف دسته چهار بخونم نه چیه؟ دسته با کله توست میبینه یکی کشه بخورش میکنه درو ببین کجه همون داخل کیفیفو بگرد نون باگت های دونه 5000 تومانی عجب لاشخورا آقای انصار در حال سوسیس همش گوشه به نام خداوند بخشنده مهربان من سس مایونز هم آوردم بله سس مایونز هم هست داشت بفرما نمیشن بیا زمین بارسا دست به دست چرا بله کن بارسا سوسیس از اینجا تا اینجا منم همینو میگم نشمک به حساب AA بزرگی در حال فوتبال با AA بزرگی و دکتر غزه و همچنین دوست عزیز عاشقانه های شبانی و بنی اسد سلام علیکم و این بازیکن رو میبینی که فقط بال گرفته هی بهش گفتم من سینه دوست دارم ولی بال گرفت اینم همسایه ماه که ایشالله به ما میدن و ایشون طیبیه احتمالاً رتبه برتر کنکور چند سال دیگه آقای طیبی جز رتبه برترهای ساری و همچنین کشور در حال آموزش سیخ زدن. اینم آقای حسنپور که یواشکی نشون میده. اونم که عرق نعنا توسط پدر آقای بزرگی محمد جواد بزرگی گرفته شده. و اونم آقای حسنپوری که داره میره. چنین از مدرسه‌های دیگه هم هستن که اونجا واسه ما بود تسخیرش کردن. بله. آقای بزرگی هم که یا همیشه دستشویی یا پیش حاج خانومه و از میزبانان عزیز که به ما اجازه دادن که از آتیششون استفاده کنم تشکر میکنم و به ما هم کباب دادن دستشون درد نکنه. خودم بیا کبابی که برشته شده اصلا هم نسوخته. سلام علیکم. یکی تو بال بسم الله دست شما در نکنه و خسته نباشی. بله ما غذا رو خوردیم. همسر عزیزم یاد خدا ما اومدیم بخوریم. غذا رو مثل سگا میخوای ولی آخرش با جنبه. من صبح هستم. این قبول حال به ما رو دوستیدن. چی می؟ جدا قصد ما کمک آب فاطمه خیلی چرا غذا نیست؟ همونقدر ثواب اون پسره که جدا شوخی دارم میگم. همون دو تا جون که کباب خورد خوش واسه مثلا امروز اون بس. چی بودم خب یا خانومه داشتم بابام راه میرفتم یه خانومه بابات؟ آره با بابات؟ گوش کن. عجب هوای خوبیه ولی ها. اینجا خیلی جالبه. وای خیلی قشنگه. معلوم نیست ترسناکه ذره توی ویدیو فکر کنم. اینجا دستپوری شبیه تهرانه. اونجا هم یه سازه بزرگ است که نیمه ساخته است فکر کنم. زمان آقای همه نجاست چه اینجا تکمیل. بله ایشون هم
دیس احمدی نژاد میده ولی اون موقع طرفداریشو میکرد نمیدونم چرا. ایشون هم و بالاخره واسه اولین بار بدون معشوقش دیده شد در این سفر. بیا عکس میگیرم وایس 3 نفری. سلام که ببینندگان. فیلمتو گرفتم پلیس میبینه. صحنه‌ای که تو خواب خیلیا دیده میشد که این بزرگی رباتی که میخوام بارفیکس بارفیکس برعکس برو. بله آقای بزرگی مسلمونه ولی یوگا کار میکنه. به درخواست ایشون بریم این جاهای متروکه اردوگاه بادله رو بگردیم. بیا بریم تراکتور. گاف صندوق. عادت پول باشه ای دلار باشه گی نبود بچه ها حس نمی کنی بوی پیپی میاد؟ ویدیو واسه که کار بسیار لایک نیست اصلا فقط برای ثوابه، برای اینکه شما آگاه بشین از خطرات اردوگاه بادله. 150,000 تومان ندادم ولی ما اردوگاه رو نکنم. بریم اینجا دور بزنیم. میلیون آزادی تهران رسیدیم. بریم تو. ببین سجده کن آقا انصاف سجده کن. سجده کن. ماشاءالله. بچه‌ها ببینندگان یه سلام میکنین؟ سلام. نمیدونم دابور هستش که یه چیز گذاشتم. چش خالیه؟ عمو بهار نارنج بیان یه دونه بکنیم بخوریم. دیگه که سرشم بوسه عسل گیسو. اینجا رو یواشکی میخوام بریم ولی خب انقدر داد زدی من فهمیدم توش قاتل بود. اینم تک به تک سویته نمیدونم کی میاد ولی خب بیشتر فرمانده نظامی میاد اینجا. اوه وای بزرگی اطلاعاتی باشه. باربیکیو اینجا هم نمازخونه است که آقای بزرگ شما نمازتو خوندی؟ بازه به نام خدا. جای مسخره بازی نیست اینجا. او بیا چیز بهت نشون بدم باید بریم تو اینجا. جای مخوفیه. آقا گرمیه بزرگی کجا نمیبری؟ اوی بزرگی برنم پشت شدن اوه سرویس بداشتی. آقا فیلم بگیر که آدم بسه حالا خیلی با مرام نباش. با من نباشم دم بخون زیادی منظورمه. اوه اینجا رو نیومده بودیم. ماشاءالله آقای بزرگی. اوه ربانه. آب باش آره من هم توش نکرده بودم. واقعا بلک میگه اینجا قبلا آب داشت ما ازش بخوریم. آب سرد کن بیایم بخوریم ببین آبش مثل اونه. واقعا مزه اون میگه. خیلی خوبه از اون بهتره. ان شاءالله که پنجره باز باشه بپریم توش. او زمین فوتبال دوم اینجا بفرما. این همه شهید بشین. بیا ای کریمی بیا چون بگی ده میگیری؟ او این کارو در رو پارک ترافیک. ای یه لنگه کفش نشانه این که معتاد تو این منطقه است. بده شیش این ماشین کوچولوه. او ریسینگ کار گو او درش هم بازه. در رو نبندی کن. سوار شو هله دادم. شما یه دونه ماشین در بیارین تا بریم ما موتورا رو ببینیم. بابا نکن بذار درش بیارن. گود بیبی بودو بلاگ بزرگی در رفت. خیلی منطقیه. وایسا کن من سوارشم. چه نظری دارین وقتی این ماشین در آوردیم اونجا پیداش کردیم؟ قفله ولی میپریم. دستشوی خواهرام برو. اینجا به پری داخل دیگه نمیتونی بیای بیرون.
تو چه اینجا در بردی؟ چرا در رفتی تو؟ هم برنگه نمی‌خواستم شما احمقا هی ببن آقا آب چیه؟ آره آب حروم میشه بگیرین آنه که چقدر فرهنگ بله. شعور پدر مادر ترسید او بریم همون همون قفله بریم ببینیم بیا از اینجا فیلم بگیرم ما که یکی دست مینداز گوشی وای نصف موزیک ویدیوهای دنیا اینجا گرفته شد نیسان آقا نکن حاجی واقعا از زمان شاهه این دستی آره گلخونه هست با همین نمیاد ببزیم ترسیدم حالا همه این چی نوشته دانشگاه پیام نور بله قسم مرکز بابور اسپاس سپاه نکن جالبی این اردوگاه اینه که همه جا دروازه است ولی هیچ کی نیست از نظر من اینجا نرو برو جهاد گردشگری تو فکمانی رو بیا همین یه تیکت 21 تومن بکنش خیلی سبکه این راست میگه اندازه بلوکه سنگپوه یه لحظه برو ما تمام برو آمبولانس زنگ بزن آمبولانس واقعا منظر ما آب خوری بود خاک پاتم خب بیا منم گیر داشتم بیا واقعا شیرینه بیا جپنیز برادر تردمیل مناطق محروم با اجرای علیرضا هادیان خدا لذت برده باشین بله امیدوارم که بله فقط برای ثواب و چشم آقا الان ما سری میریم ببخش سجده کن روش شهید اینجا درسته راست میگن شهید اینجا دوزی بود فهمیم خواستیم پول جمع کنیم اون چیه دسته 1.5 لیتریه؟ زرد نکن ولی خوب یه لحظه بله کلی استرس کشیده بودیم زده فیری خب رسیدیم به تستر چقدر 5 تومن جورتو بگیر بزنیم بلندم کن من که خودم نشستم میگی بلندم کن کسا و من کفش بابات بریم بخوریمش در حال خوردن نوشمک هستیم و آقای بزرگی و انصار و تهان و هادیان رسیدیم به آخر اردو الان میخوام دستامو بشورم و آب بخورم همه دارن وسیله هاشون رو جمع میکنن خب وسایلمون رو بگیریم بریم بالا طبقه بالا رو ببینیم سریع بیایم نظر چیه؟ منقلا اینجا هم آلاچیقا و البته بریم طبقه بالا رو ببینیم اوه چه جای زیبا زمین بسکت میون او پسر آقا بردانی بودو ای 32 گوشی ای 24 شما هم یه فریستایل برو قضیه پس نبودم و میچه سرم رو مود بیزنس نبودم شیفت جیب نبودم اما یاس داشتم بالا ولی با جلو ولش مردم آقا ظرفشویی برادر داخل ظرفشویی چیکار می‌کنی؟ ظرفشویی خونه؟ فیلم یه جایی چرا سقفش کوتاه؟ خدا تو ولاگ هستیم دمت گرم. این مشوقه بنی هست آقای امیرحسین اشوری پزشک آینده نوکرم داداش اوه بنی اسد با مشوقه ها آقا میوره 3 تا از بهترین ها در یک قاب آقای جلالی آقای بنی اسد و این بگو ای پولت نمیدم من پولش ازش بگیرم الکی
اوه اسرائیل زد. و این فیلم کجا پخش میشه؟ این شبکه مستند. میاه میاه حاجی واقعا میاه میاه این شوخدو ریختم پایین. پارسال بیشتر کیف دیگه پارسال. من میگم پارسال خدایی. وقتی میفهمی پارسال نبودم. خیلی ها فهم میکنن که در این مکان نظری میدن ولی این خبر نیست. وضعیت عادی در ایرانه. دم در اردوگاه بادله تظاهرات شده و اون آقای رضویه که داره میره آقای کافی یک عدد خسارت زننده ای که به خودش میگه مسلمان. خیلی اردو خوبی بود و اینکه بهترین دبیر مستند حمزه در فرهنگ هنر دکتر امادی منش داخل مدیریت مدرسه. خب بدترین شرکت کوکاکولا کوکاکولا اورجینال فیلینگ. احتمالاً این اتوبوس ماه. او ماشین دستی ممنوعه. شو دستی ممنوعه. آقا وایسا صف نظری باشه. وایسا رقاصی ندارم. جیو بزن آر پی جیو بزن. شهید شدم. چیزی که سفارش میری چیزی که تحویل می‌گیری. آقای راننده فدایی داری. آقا شما چی میفروشی؟ برو آجا دستتون نرسون. رسیدیم جلوی در خونه آقا حجی. در خونش بازه. یالا خونه کسی که از خمینی بد میگه. رب گوجه فرنگی چین چین نظری نداره. فرمانده آینده سپاه